ما میایم با هوشمندسازی ساختمان تمام سیستم‌های روشنایی، سرمایش گرمایش، امنیت، نظارت تصویریمون رو میایم تحت یک پروتکل، یک شبکه قرار میدیم که این شبکه قرار یک خروجی برای ما داشته باشه که این خروجی، حالا ما مثال زدیم تو ساختمان‌های هوشمند میتونه چی باشه، چه مزیت‌هایی برامون داشته. بزرگترین مزیتش و بزرگترین خروجی که خانه هوشمند و ساختمان هوشمند میتونه برای ما داشته باشه کاهش مصرف انرژیمون هست. خب چیزی که توی دنیا خیلی بولده، خیلی بهایی که برای انرژی میپردازن زیاده و به همین دلیل بیشترین تمرکزشون روی کاهش هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی هست. حالا ما توی کشورمون خیلی با این مسئله درگیر نبودیم، کما اینکه ما در سالهای اخیر دیدیم که رفته به رفته داره هزینه‌های انرژیمون بالا میره و به اون حدی که شاید باید داره میرسه و شاید الان خیلی ها حس کردن که لازمه از همین الان اقداماتی بکنن برای کاهش مصرف انرژیشون و ما میتونیم با هوشمندسازی در این مسئله کمک بکنیم که هم توی ساختمون ها مصرف انرژی کاهش پیدا بکنه و هم کمک کرده باشیم به کشورمون